Саид Иқбол Сангинов, хатмкунандаи донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон мебошад. Ӯ дар ярмаркаи интихоби мутахассисони арзанда ширкат намуд. Мегӯяд, ки ихтисосаш иқтисодчӣ, барномасоз буда, мехоҳад соҳиби кори муносиб шавад. Ӯ шукронаи тинҷиву оромӣ намуда, аз дастгириҳои давлату ҳукумат нисбати ҷавонон ҳарф зада, ярмаркаро низ иқдоми наҷибе аз ҷониби донишгоҳ донист. ما همیشه دانشجویان حرکت میکنیم که این آبادی کشور شرایط هایی که پیشوای ملت فراهم آوردن قدر نموده سهم خود را برای آبادی کشور خود گذاریم. در صحنه حوله دانشکده بیش از 60 کارخانه‌های صنعتی شهر خوجند در گوشه‌های علاهیده مال و محصولات خویش را معرفی نمودند. احمد فضلی خان، سرمتخصص مرکز مرتبه دانشکده پلی‌تکنیکی در صحبت گفت که این تدبیر به خاطر باز هم قوی‌تر نمودن رابطه دانشکده با تشکیلات و کارخانه‌ها راه اندازی گردیده است. ختم کنندگان این دانشکده متخصصان خوب و ورزیده شده در کارگاه‌های ولایت کار و فعالیت خواهند برد. مفصوف میگوید که این اقدام برای تامین جای کاری به ختم کنندگان و همچنین انتخاب کادرهای بالالیاقت به رهبران کارخانه مساعدت می‌نماید. 153 کارخانه تکلیف کرده شدند که از آنها زیاده از 100 کارخانه تشریف آوردند. اصلا کارخانه‌های در قطار کارخانه‌های آمده اصلا بانک‌های بانک اسقاط متین اروان بعد کارخانه بسیار مهمان شونده این کارخانه‌های اساسات کدر کبیر خوجند فیض رسول. سال 2019 دانشکده را 813 نفر ختم نموده. طبق معلومات آماری دانشکده 96% ختم کنندگان با جای کاری دائمی تامین گردیدند. سال روان باشد شماره ختم کنندگان این دانشکده 818 نفر را تشکیل داده است. گزارش گنجین عالم و سید مختار سید انور و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.